میگم پسرا موقع خواستگاری در ارتباط با پسر برمیگردن میگن که پسرا برن سربازی تا آدم بشن، ولی در ارتباط با دخترا چی؟ میگن دخترا خودشون فرشته. ولی من اینو چیز بگم، دختر خانوما و خانوما ناراحت نشن، دختر خانوما و خانوما ناراحت نشن، آدم از فرشته ها بالاترن. دخترها میرن لاغر میکنن میگن به به باربی شده، ولی پسرها وقتی لاغر میشن میگن محتاج شده. این چه قانونی هست نمیدونم. دختره رفته آرایشگاه زنونه، ابروهاش آرایشگره نازک برداشته، تا خود خونه گریه کرده. بعد بهش میگن خب چرا گریه میکنی؟ میگه دوست نداشتم ابروهامو مثل پسرها برداره، نازک برداره. آقایی که اول ازدواج میکنم با خانوما میگن عشقم جیگرم قربونت برم، ولی بعد یه سال که میگذره یه همه چی یادشون میره، جنگی وحشی بی‌حساب تفلک خانوما. آره دیگه. مرسی بده. مرسی. طرف زیر بار مشکلات تو خونه تو ایران کلا داره له میشه، بعد بهش میگن برو خدا رو شکر کن مریض نیستی، بعد طرف مریض میشه میگن برو خدا رو شکر کن که نمردی، طرف میمیره میگن راحت شد مردش. میدونین اگه کریستوف کلمب ازدواج میکرد نمیتونست قاره آمریکا رو کشف کنه؟ نمیدونین که الان بهتون میگم، چون زنش نمیذاش بره بیرون، میگفت خب داری میری بیرون، خب الان برای چی داری میری بیرون؟ الان این ساعت بیرون رفتنه، حالا میخوای بری یه چیزی هم کشف کنی بهت پول میدن. بعد آخر سر هم که میبینه شوهر راضی نمیشه میگه که زن هست زن نیستش. توی مترو با گوشی روی LCD گوشی بنویسی که مثلا زیبت بازه، 300 نفر نگاه میکنن به زیبشون که بارکی بازه، به خاطر اینکه گوششون سرشون توی گوشی شماست. بچهای حالا رو دیدین اسکوتر دارن، بعد نه زین داره نه فرمون داره، ولی دوره ماها یعنی بچه‌هایی که پسر بودن دوره ماها سوار کپسولای گاز میشدن، بعد میرفتن برای بازی. قیمت‌های دلار یه جوریه که وقتی بالا رفته نمیتونن زن بگیرن، به قول اصفهانی‌ها زن بستونن یا ازدواج کنن متأهل بشن. بعد قیمت سکه هم یه جوری شده وقتی بالا میره نمیتونن خانماشون رو طلاق بدن، تا آخر عمر باید بسوزن و بسازن. دخترها وقتی لاغر میشن میگن به به چقدر باربی شده، چقدر زیبا شده هیکلش اندامش، ولی پسرها وقتی لاغر میشن میگن محتاج شده. دختره رفته آرایشگر زنونه، آرایشگر ابروهاشو نازک کرده، دختره تا خود خونه گریه کرد. بهش میگن خب چرا گریه میکنی؟ میگه دوست نداشتم ابروهام مثل پسرا نازک کنه، مثل ابروهای پسرا نازک کنه. اوایل ازدواج آقایون چون اول عاشقن و دیگه ازدواج کردن و دیگه از این حرفای خودمونی که همتون میدونید، اول زنش میشه عشقم، سیبش میکنه به عشقم عزیزم، بعد که یه ذره میگذره مینویسه همسرم، بعد که یه خورده دیگه میگذره مینویسه هیتلر، بعد که یه خورده میگذره مینویسه ناشناس. دوستان هر کدومتون که جوک بلد بودین برام بنویسین، برام کامنت کنین که من اون جوکایی که شما کامنت کردین رو اجرا کنم. دوستان از چنل خودتون حمایت کنید، ممنونم ازتون که وقتتون رو میذارید طنزایی که من میگم گوش میکنید. سپاس.